دوستان سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه امروز ما. امروز یک موضوع بسیار مهمتر از نسبت میخوانیم که یک رابطه بسیار مهم است که در اکثر علوم استفاده میشه، نه تنها در حساب، در هندسه، در فیزیک، در مثلثات، در اکثر علوم این چیز یک مومد است، کمک کننده چی میکنه؟ حل مسائل و مشکلات و مجهولات را توسط اینمی رابطه بسیار آسانی چی میکنن؟ پیدا میکنن. این موضوع به نام تناسب یاد میشه دوستان. چی؟ تناسب یک مبحث بسیار مهم در حساب است. میتونیم باز در به حساب در الجبر هم از استفاده کنیم. خب در انگلیسی میگنش پراپورشن. خب چه قسم تعریف داره دوستان؟ میگه تساوی یا مساوی بودن دو نسبت را تناسب میگن. نسبت خب بیشتر گفتیم، مثلا A بر B یک نسبت است. اگر C بر D یک نسبت دیگه هم داشته باشین و هر دوی از این مساوی شود، در نتیجه تناسب جور میکنن. این اگر ما دو نسبت A بر B و C بر D داشته باشیم، در صورتی که مساوی باشن، یعنی A بر B مساوی با C بر D شود، پس یک تناسب را تشکیل میتن. در صورتی که هر دو چی باشن؟ مساوی شود. مثلا دو نسبت 3 بر 4 و 9 بر 12 و غیره یک تناسب را میسازند، زیرا 3 بر 4 مساوی با 9 بر 12 میشه. سعی کنین 3 12 36، 4 9 36، دو طرف چی شد؟ با هم دیگه مساوی شد. پس چی است؟ یک تناسب میتونه بگوییم 3 بر 4 متناسب با چی است؟ 9 بر 12. دیگه یک تناسب عموما از 4 حد تشکیل شده است. مثلا 1 2 3 4 که در رابطه امی بالا A را حد اول، این حد اول تناسب، B را حد دوم تناسب، C را حد سوم تناسب و D را حد چهارم تناسب میگن دوستان. همچنان حد اول که صورت نسبت اول است، این سعی که صورت ازی و حد D، اینمی حد A را گفتیم صورت نسبت اول و حد D مخرج نسبت دوم را حد چهارم تناسب مذکور است را طرفین تناسب میگن. یعنی حد اول و حد چهارم چی میگن؟ طرفین تناسب. و حد دوم که مخرج حد اول است و C که صورت حد دوم است، این دو تا را میگن وسطین تناسب. این ما را باید دوستا خوب یاد داشته باشین. خب چی گفتیم که A و D طرفین و B و C چی طرف وسطین یک تناسب است. خب یک تناسب میتونم به این شکل هم دوستان نشان بدن. A این دو نقطه سر در سر معنای تقسیم میده. A به نسبت B مساوی با C بر D. به این شکل هم میتونیم ما یک تناسب چی کنیم؟ ارائه کنیم. خب این حالا که تناسب فهمیدیم که از 4 حد تشکیل شده، پس خاصیت ها داره دوستان. تناسب از خود خاصیت های بسیار مهم داره که خاصیت هایش ما باید چی کنیم؟ حفظ کنیم و خصوصا خاصیت اصلیش یاد داشته باشیم تا بتونیم در مسائل دیگر علوم مضامین چی کنیم؟ از استفاده کنیم. 8 خاصیت داره، اما ما در اینجا 2 خاصیت بسیار مهمشه و زیادتر هم خاصیت اول از این آوردیم. دیگه 8 خاصیتش قدر آوردنش در اینجا لازم نبود، اما خاصیتی که بسیار مهم است اینمی خاصیت اول تناسب گفته میشه. چی است؟ چه قسم تعریف میشه این خاصیتش؟ میگه در هر تناسب حاصل ضرب طرفین آن همیشه مساوی به حاصل ضرب وسطین آن است. چنانچه در رابطه بالا، یعنی A بر B مساوی با C بر D، یعنی که این A ضرب D شود که طرفین شد، مساوی میشه همیشه به B ضرب C. یعنی اینی رابطه را میده A ضرب D مساوی با B ضرب C. این همیشه هست. این یکی از خاصیت های تناسب است که حاصل ضرب طرفینش همیشه مساوی به حاصل ضرب چی؟ وسطینش می باشه. اگر نشه او تناسب نیست دوستان. این خاصیت اصلی چی؟
با کمک این خاصیت تناسب میتوان حد نامعلوم تناسب رو هم به دست آورد. یعنی حد چی؟ حد نامعلوم میشه چیه؟ به دست میاد. خب این خاصیت رو خاصیت اصلی تناسب میگن دوستا، که در حل بسیاری مسائل حساب، الجبر، هندسه، مثلثات، بانکداری، فیزد، ربح و غیره استفاده میشه از این خاصیت. اینا رو باز ما شما سرش مثال کار میکنیم در ویدیوی بعدی. تشکر از توجهتان.